چند دلیلی است که محمد اقبال صدرالدین را از این ملت بیگانه می‌داند. یکم، منسوبیت به دایره‌های تندگرا، افراطی و ضد ملی در خارج کشور. دوم، شریکی در نقشه‌های ضد تاجیکی در قلمرو کشورهای سیوم. اگر در سالهای 90 این گونه کشور افغانستان بود، حالا بنابر تمایل پلدوستی این اولاد کشورهای اطراف خلیج میباشند. سیوم، مفتونشوی محمد اقبال صدرالدین و اطرافیانش از مفکوره اخوانی، یعنی همان مفکوره‌ای که داعش و القاعده را به وجود آورد و سوریه و عراق را به خاک یکسان کرد. چهارم، منسوبیت محمد اقبال صدرالدین به این خاک و بوم باز از آن لحاظ مشکوک و خطرناک است که او چون ابراز دست خواجگان خارجی نشر مواد غرضناک ضد ملی را به زبان خارجی به راه مانده است و چون پایگاه ضد اطلاعاتی رقیبان منطقوی به مقابل دستاوردهای جمهوری دست دارد. پنجم، کودک هوشیار پستان دو ماما را میمکد. محمد اقبال صدرالدین این حالت را عملی میکند، ولی او فراموش کرده است که پنیر رایگان تنها در مشقپک است. به هر حرف و سخن جواب باید داد.